سلام و درود. شاید برای خیلیاتون سوال پیش اومده باشه که درآمد مهران مدیری چقدر هست، درآمدی که خیلی حاشیه ساز شده و همه دوست دارن بدونن چقدره. پس نگاهی بندازیم به زندگی حرفه‌ای مهران مدیری و درآمد میلیاردی آن و یا طعنه‌ای که بقیه میزنند میگن میلیاردی نه تریلیاردی. قبل از اینکه شروع کنیم به بررسی درآمد مهران مدیری، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید تا از حواشی سریال ها و بازیگران باخبر شید. در 18 فروردین 1346 در تهران کودکی متولد شد که مسیر کمدی ایران را تغییر داد و همین باعث شد محبوب ترین بازیگر کمدی ایران بشه. این تصویر نشون دهنده اینه که مهران مدیری از همون اول چقدر بچه درس خون بوده و آینده درخشانی داشته. مهران مدیری علاوه بر بازیگری در زمینه کارگردانی، خوانندگی، طراح تیتراژ، مجری، طراح صحنه و لباس، صدا پیشه و تهیه کننده قهاری هم هست. همین باعث شده که مهران مدیری بعد از 47 سال روی آنتن بودن مثل یک پادشاه هنوز چیزی از محبوبیت و معروفیت آن کم نشده و وارد هر برنامه شده مخاطبانش با جون دل آن را تماشا می‌کنند. مجله نیویورک تایمز در مقاله‌ای مهران مدیری را 20مین مرد قدرتمند ایران نامید. مهران مدیری در یکی از شب‌های دور همی خود گفته بود که برای بازی کردن در یک فیلم سینمایی هزینه برابر با 4 میلیارد تا 6 میلیارد دستمزد میگیره. علاوه بر این مهران مدیری برای هر فصل از دور همی قراردادی معادل با 100 میلیارد تومان داشته، یعنی برای هر شب اجرای دور همی مبلغی معادل 800 میلیون پول به جیب میزد. و حالا همه اینها به کنار، چیزی که این اواخر حاشیه ساز شده و همه انگشت به دهن موندن حضور مهران مدیری در برنامه پامپ 2 امیرحسین قیاسی بوده است که برای 1 ساعت در برنامه پامپ 2 مبلغ 12 میلیارد تومان پول گرفته. و پوشیده نباشه ویدیوی مهران مدیری در پامپ 2 بیشتر از هر ویدیوی دیگری مخاطب داشته و تعامل داشته و حتی امیرحسین قیاسی هم پول زیادی به جیب زده از حضور مهران مدیری. و اما درآمد اصلی مهران مدیری این برنامه ها نبوده، بلکه سریال هایی بوده که خودش ساخته و خودش بازیگر بوده. سریال هایی مثل شب‌های برره، پاورچین، نقطه چین، دراکولا، جایزه بزرگ و مهمترین آنها مرد 1000 چهره و 2000 چهره بوده که درآمدش 2 برابر برنامه هایی بوده که حضور داشته. و حالا نظر خودتون رو این زیر کامنت کنین که آیا مهران مدیری لایق این همه پول و درآمد هست و میتونه بهترین کمدین ایران باشه یا نه.